ساعت 1:30 شب ما خیلی خسته تو این هوای مه‌آلود که فکر کنم مشخصه که مهه، رسیدیم یه جای بین راه. علیرضا هم گلوش درد میکرد، وایسادیم که یه چیزی بخوریم و بریم بخوابیم. قبل سفر علیرضا هم میگفت لیلا ببین هر جا رفتیم تو ترکیه حرف زدی، به هر حال همه جا ترکی به درد میخوره و اینا، ولی من فکر میکنم تو سیبری دیگه اینجا ترکی به کار نمیاد. آره من فکر کنم فقط تنها جایی که با لیلا رفتیم ترکی به کارمون نیامد تایلند بود. فکر میکنم اونم مثلا شاید مثلا یه هتلی جایی رفتیم مثلا ترکی استانبولی حرف خانمی که می‌زدن. پول اکسچنج میکرد تو بانکوک و اون ترکی صحبت میکرد. خب چیزم خط میخوره هر لیست، تایلند هم خط میخوره. به لیلا گفتم آقا دیگه سیبری بریم اونجا دیگه ببین ترکی دیگه. الان وایسادیم اینجا داشتیم میخوریم که چادر رو وا کنیم یواش یواش. ساعت 1:30 شب یه آقایی اومد نگهبان اینجا، شروع کرد روسی صحبت کردن. گفتیم روسی نمیدونیم، بعد یه خورده پلا کنیم که گفتیم ایرانی، بعد یهو گفتش که ترکی بلدی حرف بزنین. لیلا شروع کرد باش ترکی صحبت کردن، آذری، قشنگ ترکی آذری. گفت اینجا ماشین سنگینا نمیذارن شما شب خوب بخوابید، بیاید من بهتون یه جایی رو بگم که اونجا خوب بخوابید. ترکی یاد بگیرید، ترکی همه جا به دردتون میخوره. آره به خدا.